و یک گزارش متفاوت، دو فیزیکدان و محقق ایرانی در آلمان کار خودشون رو کنار گذاشتن و کلاس‌های ویژه آشپزی ایرانی برای غیر ایرانی‌ها برگزار می‌کنند. این خواهران دوقلو در ظرف 4 سال به موفقیت‌های بالایی رسیدند و بعد از بردن جایزه بهترین غذاهای آلمان و اتریش و سوئیس، حالا از دولت آلمان جایزه فرهنگ و خلاقیت رو روز 19 فوریه دریافت می‌کنند. بامداد اسماعیلی به یکی از این کلاس‌های این دو خواهر در برلین سر زده. ببینید. لحظه هیجان انگیزی برای شرکت کنندگان آلمانی در کلاس آشپزی ایرانی. آیا تعدیقشان خوب شده یا نه؟ به نظر که خوب نه. امروز در این کلاس 14 نفر حضور دارن و همه برای اولین بار غذای ایرانی می‌پزن. چند ساعت به عقب برمیگردیم. فروغ و سحر سدودی آماده مهمان ها می شوند و برای خوش آمدگویی این خیارها را آماده می کنند. دارم روش درار میزنم که در اصطلاح اینجا نمک سبز که خیلی هم دوست دارن، خیلی هم خوششون میاد. این به عنوان وقتی که مهمونا میان و وای میستن، اول اینو بهشون میدیم که بالاخره یه مقدار گشنگیشون برطرف بشه تا اینکه بعد شروع کنن آشپزی. مهمانا که اومدن همه یک پیشبند دریافت کردند با پارچه‌ای از لنگ که این دو خواهر از ایران آوردن و دوختن. فروغ و سحر سدودی متولد آلمان هستند، اما 5 ساله بودن که با خانواده به ایران برگشتن. اونجا بعد از دیپلم هر دو فیزیک خوندن و برای گرفتن دکترا دوباره 24 سال پیش به آلمان بازگشتن. سحر دکترای خود رو در شاخص فیزیک فضا و هواشناسی گرفت و خواهرش فروغ در زمینه زلزله شناسی. هر دو بسیار موفق بودند و در مؤسسه‌های مختلف و دانشگاه تدریس و کار می‌کردند که تصمیم گرفتن استعفا بدن. به این فکر بودم که یک کار مفید من باید انجام بدم. علم و دانش برای من کافی نیست. علم و دانش رو انجام دادم، به جایی که خواستم رسیدم. الان وقتشه که یک کار فرهنگی انجام بدم. تصمیم در عرض 15 دقیقه گرفته شد، ولی پیش زمینش خیلی وقت بود که فراهم شده بود. ما یه نیاز درونی رو حس می کردیم که فرهنگ ایران به هیچ عنوان نمودی در کشور آلمان نداره و در پشت مذهب و سیاست پنهان شده. همه مذهب و سیاست ایران رو میشناسن ولی هیچ که برجستگی های فرهنگی ایران رو نمیشناسه. این برای ما دردناک بود. و اینطور شد که اونها این لابراتوار غذایی و فرهنگی رو به اسم دکتر تأسیس کردند. گرچه استعفای این دو خواهر از مقام بالای دانشگاهی و تأسیس این شرکت، اون هم در سالی که کرونا جهان رو فلج کرد، ریسک بالایی داشت، اما انگیزه و پشتکار اونها انقدر بالا بود که حالا از آلمان، اتریش، انگلیس و کشورهای دیگه به این کلاس‌های آشپزی میرن. کلاس‌های این دو خواهر معرف فرهنگ ایرانند و از ماه‌ها قبل پر میشند. امروز غذای جنوبی درست میکنن مثل سمبوسه و دال عدس. مکس که در گذشته ایران بوده، دوست دخترش نادین رو به این کورس آورده. ایران غذاش لذیذ بود. مردم بسیار مهربان بودند. من تا حالا آنقدر آدم ندیده بودم که مثل ایرانی‌ها آماده کمک باشن. واقعا کشور بسیار زیباییه. به جز مکس بقیه هیچ تجربه از ایران نداشتند و کنجکاوند تا با فرهنگ غذایی این کشور آشنا شوند. آلمانی‌ها فکر می‌کنن که ما از کویر اومدیم، روی زمین میشینیم، با دست غذا میخوریم. یعنی موقعی که میگیم ما سفرمون باید اینجوری باشه، باید کلی چیز سر سفره باشه. ما ماست داریم، همیشه ما سبزی خوردن داریم، ما سالاد داریم، ما ترشی داریم. در نتیجه ما بهشون نشون میدیم که قبل از پیش غذا نون پنیر سبزی بهشون نشون میدیم که چجوری نون پنیر سبزی خورده میشه. سحر و فروغ سدودی به زودی کتابی منتشر میکنن که در اون در کنار 70 دستور غذا از داستانهای شخصی خود نیز صحبت میکنن، از تجربه بازداشتشون توسط گشت ارشاد تا کشتن مهسا امینی و جنبش زن زندگی آزادی. غذا آماده شد و همه مشتاقند تا نتیجهش رو بچشند. سلامتی. خوش گذشت. غذا خیلی ادویه داره، برای من کمی زیاده ولی سلیقه ها فرق میکنن. خوشمزه است. توی سسش یه چیزی داره که تندش میکنه. عالیه. من دوست دارم که ادویه‌های مختلف داره و جالب بود که میدیدیم چطور درست میشه.
این خانم دکترهای دوقلو اما فقط با این کلاس‌های آشپزی قانع نمی‌شوند. ماه آینده قصد دارند با علاقه‌مندان به یک تور پخت و پز به مصر بروند. به گفته خودشون حدود 600 آلمانی هم در لیستی ثبت نام کردند تا زمانی با آنها به ایران سفر کنند. بامداد اسماعیلی، برلین.